سلام، امروز میخوایم یه مختصری از درمان لورتا رو خدمتتون نشون بدیم و دربارش توضیح بدیم. ما اینجا مراجع عزیزمون نشسته، کلاه نصب شده، هدفون رو سرشون هست و تصویر فیلمی که براشون پخش میشه داریم میبینید. من پروتکلی برای ایشون طراحی کردم بر اساس مشکلاتی که داشتن، نقشه مغزی که داشتن و این پروتکل رو سیستم پیاده سازیش کردیم و اینجا داره درمان اتفاق میفته به صورت آنلاین. امواج مغز ایشون داره ثبت میشه، دقت کنید فقط ثبت، هیچ موج، اشعه، برق، چیزی ما به مغز نمیدیم، فقط انگار داریم نوار مغزی میگیریم. منتها این امواج میان در سیستم پردازش میشن و بر اساس مناطق مختلفی که ما در نظر گرفتیم درباره ایشون، مثلا از میخوایم آمیگدال ایشون رو، فعالیتشون رو کم کنیم و اصلاح کنیم که اضطراب و ترسشون کم بشه. این پروتکل رو پیاده سازی کردیم، امواج مغز ثبت میشن، هر وقت این شرایطی که من برایشون در نظر گرفتم برآورده میشن، این فیلم همونطور که داریم میبینید بزرگ میشه و سیگنال به مغز میده. البته در هدفونشون هم صدا بلندتر میشه. هر وقت اون شرایط از بین میره و مغز نمیتونه به اون شرایط برسه، این فیلم کوچیک میشه و به مغز باز این سیگنال رو میده که تو در وضعیت مطلوب فعالیت نمی کنی. مغز تفاوت این دوتا حالت رو، حالت مطلوب و نامطلوب رو یاد میگیره، سعی میکنه حالت مطلوب رو تکرار کنه، خودش سعی میکنه به صورت اتوماتیک این فیلم رو بزرگ کنه، صدا رو بیشتر کنه تا راحت‌تر ببینه و اینجوری ما مغز رو هل میدیم به سمت مطلوب. خیلی نکته های دیگه ای وجود داره که اینجا خب بحث خیلی تخصصی میشه و من نمیخوام وارد اون بشم، ولی نکته مهم اینه که برای مراجع خیلی خوش میگذره، فیلم میبینه، اذیت نمیشه، کاری نباید انجام بده و حتی نیازی به دقت توجه هم نداره، فقط باید چشمش اونجا باشه. همه فرایند درمان به شکل اتوماتیک داره اینجا انجام میشه. اگر سوالی درباره درمان لورتا دارید میتونید از ما بپرسید.